سلام رفقا، میخوایم یه نگاهی بندازیم به مقدمه کتاب سرآشپز حرفه‌ای از انتشارات CIA که توی ایران توسط نشر طعمیاد به فارسی ترجمه شده. اگه اینجا هستید یعنی یه جورایی به دنیای آشپزی علاقه‌مندید. پس بذارید خیالتون رو راحت کنم که آشپز شدن یه مسیر طولانی و پر از یادگیریه. آشپزی مثل یه موجود زنده است، پویاست. همش در حال تغییر و تحوله. کلی چالش جلو پاتون میذاره، اما پاداشهاش هم به همون اندازه بزرگه. همیشه یه پله بالاتر برای بهتر شدن هست. یه مهارت جدید برای استاد شدن. ما هم امیدواریم این کتاب براتون مثل یه سکوی پرتاب باشه برای آیندهتون توی آشپزی. هم یه مرجع دم دستی و مطمئن برای چیزایی که قرار یاد بگیرید یا یادآوری کنید. این کتاب مثل یه دایره‌المعارف آشپزی میمونه. پس فرقی نمیکنه تو چه سطحی باشید یا برنامه‌تون چی باشه. به دردتون میخوره. شاید معلمتون بخواد کلش رو درس بده یا فقط بخش‌هایی از اون. شاید هم خودتون تنهایی بخواید دل به دریا بزنید و یاد بگیرید. دانشجوها میتونن با این کتاب قدم به قدم پیشرفت کنن یا ازش به عنوان یه منبع کامل و جامع استفاده کنن، یا حتی وقتی یه سوال خاص در مورد یه تکنیک آشپزی دارن سریع برن سراغش و جوابشون رو پیدا کنن. خیالتون راحت، تمام تکنیک هایی که اینجا توضیح دادیم تو آشپزخونه های حرفه‌ای خودمون تست شدن و جواب پس دادن. هر کدومشون یه راه از هزاران راه ممکن. اینکه همه روش های ممکن تو این کتاب نیومده دلیل نمیشه که بقیه روش ها اشتباه باشن. نه، تجربه بهترین معلم شما تو این حرفه است. یه چیزی رو هم بگم، فکر نکنید این کتاب فقط برای شف های خفن رستوران ها و هتل ها نوشته شده. نه اصلا. اصول اولیه آشپزی برای همه یکسانه. فرقی نمیکنه میخواید برای یه مهمونی بزرگ که کلی هم پول گرفتن غذا درست کنید یا برای دوره همی ساده با خانواده و دوستاتون. پس اگه دنبال خلاقیت و نوآوری تو آشپزی هستید، این کتاب میتونه یه گنج واقعی براتون باشه. مطالب این کتاب خیلی منطقی و پله پله چیده شده. برای همین تو هر موقعیتی که بخواید آشپزی یاد بگیرید به کارتون میاد. فصل اول یه سفر به تاریخچه آشپزی به عنوان یه حرفه است. بهتون میگه یه آشپز حرفه‌ای و بقیه اعضای تیم خدمات غذایی چه مهارت‌ها و ویژگی‌هایی باید داشته باشن. اگه در مورد سرویس دهی سر میز و مدیریت سالن غذاخوری اطلاعات بیشتری خواستید، میتونید کتاب‌های در خدمت شما یا خدمات قابل توجه رو هم یه نگاهی بندازید. خب چون خدمات غذایی یه جور بیزینس هم هست، تو فصل دوم رفتیم سراغ مباحث پایه‌ای مربوط به هزینه مواد اولیه. تازه اینکه چطوری دستور پخت‌ها رو چه از این کتاب چه از هر کتاب دیگه‌ای برای آشپزخونه حرفه‌ای خودتون تنظیم کنید هم اینجا توضیح دادیم. اینکه بدونید